شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض می‌دارد. برای ما شما عیب نیست. نه اینکه مردها، زنهای تاجی، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ من دیگر شدم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات، صدها زیادتر اصلا ما جسد بیاریم از دیگر جا. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.